چنانکه میلیون ها نفر شهروندان افغانستان سال هاست که بیوطن هستند و در ده ها مملکت دنیا دور از وطن اجدادی و خانه و در خود عمر بسر میبرند. مردم افغانستان از جمله کودکان بیگناه، زنان و پیرانسالان با چنین تاریخ و فرهنگ پر افتخار تا بکی قتل شوند، از خانه و در خود محروم و بی سرپناه و سرسام باشند و حق طبیعی و فطری خود را به حیات آسوده و زندگی آرام صاحب شده نتوانند. مردم در هر کجای دنیا از جمله در افغانستان حقوق معنوی دارند که حیات آرام و آسوده و سطح زندگی شایسته داشته باشند، ولی بیش از 40 سال می شود که آنها از این حق خود محرومند.